سلام، من روژان هستم. توی این ویدیو قراره 12 تا از پرکاربردترین اصطلاحات و جملات ترکی رو یاد بگیری که هم توی خیابون به کارت میاد، هم توی سریال ها، هم توی خونه و هر جایی که باشی. اگه میخوای ترکی رو راحت و کاربردی یاد بگیری، با من همراه باش. اولین جمله نیا پیورسون. نیا پیورسون یعنی چی کار میکنی؟ چی کار میکنی؟ که در جوابش میشه گفت هیچ یعنی هیچی. جمله بعدی اولور یعنی باشه. اولور مو میشه. جمله بعدی آفیت اولسون یعنی نوش جان. جمله بعدی اومارم یعنی امیدوارم. جمله بعدی خیلی صمیمی و خودمونیه. نوار نیوک یعنی چه خبرا. جمله مراک اتمه یعنی نگران نباش. جمله بعدی بیل میوروم یعنی نمیدونم. بیلیوروم یعنی میدونم. بیلیوروم. جمله بعدی جمله مالسف یعنی متاسفانه. جمله بعدی جمله یوکارتوک یعنی نه دیگه یا باور نمی کنم. آخرین جمله هم جمله سورون یوک یعنی مشکلی نیست. خب رسیدیم به پایان ویدیو و 12 تا از پرکاربردترین جملات ترکی رو یاد گرفتیم. به نظر تو کدومش بیشتر به کارت میاد؟ برام تو کامنت ها بنویس. و اگه این ویدیو برات مفید بود، لایک و سابسکرایب یادت نره و زنگوله رو بزن تا ویدیوهای بعدی رو از دست ندی. خوشچاکال.